در این قسمت برنامه از محترم کبیرخان مشفق مسئول خبرنگاران ولایت خوست خواهش می‌کنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د فوټسال لوبې ته د راغلو دریو نورو ولایتونو څخه پکتیا، پکتیکا، لوګر چې دلته خوست تشریف راوړی ډېر ښه راغلاست وایو. رښتیا هم شک نشته چې فوټسال د افغانستان ترڅنګ په ځانګړې توګه په خوست کې یوه فکر کم نوې لوبه ده. مینوال به د دې لوبو له ترسروي وروسته په ځانګړې توګه د فوټسال لوبې مینوال به زیاتیږي او د رسنیو په استازیتوب به دومره به ووایم چې د خوست رسنۍ که په خوست کې ملي نړیوالې محلي رسنۍ دي هغه به د دوی لوبې په رشد کې ډېره زیاته همکاري وکړي. یو ځل بیا هم د ځوانانو راډیو د رهبرۍ او دغه راز په دې برخه کې د ټولو همکارانو څخه ځانګړې مننه چې د ځوان کهول د فکري ودې او دغه څنګ د دوی د ذهني غوړېدا په خاطر کار کوي. ځانګړې مننه کوو کور ودان. بیا هم د دریو ولایتونو لوبډلې چې خوست ولایت ته راغلي د ښه راغلاست وایو په دې هیله چې دغه لوبې د ورورۍ، مینې او محبت په فضا کې ترسره شي. ډېر زیاته مننه. کور ودان. یک دنیا سپاس از محترم کبیرخان مشفق مسئول خبرنگاران ولایت خوست. و حالا در این قسمت برنامه دوستان عزیز نوبت میرسه به محترم امید یوسفزی مسئول رادیو جوانان و همچنان مسئول برگزاری رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړیو کې ټولو راغلو ښاغلو مشرانو، کشرانو، ورزشکارانو ټولو ته ښه راغلاست وایم. خوشحاله یم چې نن په خوست کې د خوستیانو ترمنځ او همداسې د ورزشکارانو ترمنځ د ځوانانو راډیو فوټسال کپ سیالیو ترسره کولو هوډ لرو. خوشبختانه د ځوانانو راډیو په دې توانېدلې ده چې د افغانستان په کچه په 34 ولایتونو کې د فوټسال لوبې د ترویج، د ځوانانو ترمنځ د سالمې تفریح د رامنځته کولو او همداسې ځوانانو ته د سالمې تفریح ایجادولو زمینه مساعده کړې ده. د ځوانانو راډیو ویاړ لري چې په دغسې سختو شرایطو کې د هیواد په کچه خوشبختانه دغه سیالۍ په لاره اچولې دي. د ځوانانو راډیو دغه سیالۍ د هیواد په 34 ولایاتو کې او دغه 34 ولایات بیا په 8 زونونو باندې ویشل شوي. نن په خوست کې د دې شاهدان یو چې دغه سیالۍ وروستی زون دی او دغه سیالۍ دلته ترسره کیږي. نو له دې سیالۍ وروسته به دغه زون اتله لوبډله په دوهم پړاو کې ګډون کوي چې د ځوانانو راډیو د سوپر کپ په نوم باندې نومیږي. هغه سیالۍ به د 8 قهرمانو یا د اتلو لوبډلو ترمنځ ترسره شي. زه خوښ یم چې دا خبر نن دلته د خوستیانو، لوګریانو او همداسې د پکتیا او د پکتیاوالو پکتیکا لوبډلې ورزشکارانو ته ورکوم چې ستاسو اتله لوبډله به انشاءالله په دوهم پړاو کې هم حضور ولري. نو ټول ته ښه بخت غواړم. هیله لرم چې دلته په زړه پورې سیالۍ ترسره شي او د نن ورځې د لوبو څخه ټول خوند واخلئ. کور مو ودان. یک دنیا سپاس از محترم امید یوسفزی مسئول برگزاری رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در سراسر افغانستان و همچنان مسئول عمومی رادیو جوانان. خب هموطنان عزیز حالا نوبت میرسه به ریژه داوران، همچنان بازیکن از داوران خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشین. محمد البته محترم استاد لطیف و همراهانش در جایگاه تشریف داشته باشین. خب در این رقابت‌ها هموطنان عزیز البته مطمئناً که رقابت‌ها تحت نظر فدراسیون فوتبال افغانستان هست و در هر زون در کنار ما یک نماینده از فدراسیون فوتبال افغانستان من حیث مچ کمیشنر یا داور رقابت‌ها در کنار ما بوده. حالا از استاد لطیف خواهش می‌کنیم که در جایگاه و همچنان با همراهانش میشه که رجعت داشته باشیم. با افتخارشون کف محکم بزنن دوستان عزیز.
و حال نوبت میرسه به تیم از ولایت پکتیا. خواهش میکنم که رژه داشته باشن و همچنان تیمی که با لباس سبز در این رقابت ها اشتراک کرده و قرار است که مقابل حریفان امروز تا لحظات بعد به میدان بره. تیم جوان پکتیا البته میشه گفت که در دومین دیدار مقابل تیم منتخب لوگر به میدان خواهند رفت. از دوستان از خوش میکنیم که کف بزنن به افتخارشون. و حالا نوبت میرسه به تیم ولایت پکتیکا، نماینده ولایت پکتیکا، د پکتیکا منتخب لوبدره. خواهش میکنم در جایگاه تشریف داشته باشن، به افتخارشون کف محکم بزنن دوستان عزیز. تیمی که با لباس زرد رقابت ها در اولین دیدار مقابل تیم دخست منتخب لوبدره به میدان خواهند رفت. حالا نوبت میرسه به تیم سوم این رقابت ها از تیم منتخب لوگر. خواهش میکنم در جایگاه تشریف تیم منتخب لوگر رژه داشته باشند، به افتخارشون کف محکم بزنید. تیمی که با لباس آبی در رقابت ها مقابل حریفان به میدان خواهند رفت و این تیم در دومین دیدار دوستان عزیز مقابل جوان پکتیا به میدان خواهند رفت. و حالا نوبت میرسه به تیم میزبان این رقابت ها دخست منتخب لوبدره. خواهش میکنم که در جایگاه تشریف داشته باشین که از تیم های پرطرفدار در رقابت ها خواهند بود. مطمئناً که این تیم یکی از تیم های مدعی قهرمانی در رقابت های جام فوتسال رادیو جوانان در این رقابت ها همچنان خواهند بود. بازم سلام مجدد هموطنان عزیز، خسته نباشید، وقتتون بخیر باشه. بالاخره رسیدیم به پایان رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون جنوب شرق کشور و تیم منتخب لوگر قهرمان رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون جنوب شرق افغانستان شد. خب حالا مراسم اختتامیه هست و اهدای جام قهرمانی رقابت‌ها و همچنان بقیه تحایف و تندیس‌هایی که در نظر گرفته شده برای تیم‌های قهرمان و نایب قهرمان و برای بهترین بازیکن، بهترین دروازه‌بان و همچنان بهترین گلزن این رقابت‌ها البته اهدا خواهند شد. خب ما می‌خوایم از مهمان عزیز که در جایگاه تشریف داشته باشن از محترم محمد نبی عزیزی رئیس فدراسیون فوتبال ولایت خوست البته خواهش می‌کنم در جایگاه تشریف داشته باشن، از محترم امید یوسفزای مسئول برگزاری رقابت و همچنین مسئول عمومی رادیو جوانان خواهش می‌کنم که در جایگاه تشریف داشته باشن، از محترم رئیس فدراسیون فوتبال ولایت خوست خواهش می‌کنم که در جایگاه تشریف داشته باشند، از محترم رئیس فدراسیون فوتبال ولایت لوگر خواهش می‌کنم که در جایگاه تشریف داشته باشند، از محترم رئیس فدراسیون ولایت پکتیا البته خواهش می‌کنم که در جایگاه تشریف داشته باشند، از محترم البته نوررحمان مفتون خواهش می‌کنم که در جایگاه تشریف داشته باشند، در کنار ما باشن. بفرمایید مفتون صاحب عزیز و بقیه مهمانان که در کنار ما هستند میشه که در جایگاه تشریف داشته باشند. بقیه مهمانان که هستند بفرمایید در جایگاه تشریف داشته باشند. بفرمایید. یک دنیا سپاس از مهمانان عزیز. از دل مراسم اختتامی رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون جنوب شرق افغانستان آغاز شده و حالا خب یکی از شاخه های این رقابت‌ها در کل یکی از اشخاصی که در مجموع میشه گفت که از داوران این رقابت‌ها خواهش می‌کنم در جایگاه تشریف داشته باشند که در کنار ما بود، از محترم لطیف نظری، از محترم هیواد بدان و همچنین احمد حسین خواهش می‌کنم در جایگاه تشریف. با افتخار لطیف نظری که بزن دوستان عزیز لوح تقدیر را از طرف آقای امید یوسفزی البته دریافت خواهند کرد، مسئول برگزاری این رقابت‌ها. لطیف نظری البته یکی از مربیان، یکی از داوران نامدار و ضبطی کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان. با افتخارشون کف بزنید دوستان عزیز. حالا از محترم احمد حسین خواهش می‌کنم که در جایگاه تشریف داشته باشند. لوح تقدیر را از طرف محمد نبی عزیزی
البته مسئول کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال ولایت خوست دریافت بکنند. یک دنیا سپاس. از محترم احمد حسین خواهش میکنم، البته با معذرت هیواد ودان خواهش میکنم که در جایگاه تشریف داشته باشند در قسمت داوری و قضاوت این رقابت‌ها در کنار ما. با افتخارشون کف بزنید دوستان عزیز. هیواد ودان و از طرف رئیس فدراسیون فوتبال ولایت خوست لایحه تقدیر خودش را دریافت خواهند کرد که سپاسگزارشان هستیم در کنار ما بود و در قسمت قضاوت این رقابت‌ها همچنان ما را همراهی کرد و یاری کرد. یک دنیا سپاس. و حالا نوبت میرسه به بخش صحیح این رقابت‌ها. از محترم دکتر صاحب سلمان خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند در قسمت صحیح این رقابت‌ها در کنار ما بود. به افتخارشون کف محکم بزنید دوستان عزیز. محترم دکتر سلمان، یک دنیا سپاس. لایحه تقدیر خودش از طرف رئیس فدراسیون فوتبال ولایت لوگر دریافت کرد. از محترم دکتر صاحب عبدالملک خواهش میکنم که در جایگاه تشریف داشته باشند. به افتخارشون کف بزنید دوستان عزیز. دکتر عبدالملک لایحه تقدیر خودش از طرف رئیس فدراسیون فوتبال ولایت بختیار البته دریافت کرد. بله و حالا نوبت میرسه به لایحه تقدیر از 4 مربی این رقابت‌ها که از 4 تیم هستند. از مربی 4م این رقابت‌ها آذر کاروان مربی تیم پکتیا خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند. محترم آذر کاروان. از محترم هدایت الله عزیزی خواهش میکنم در جایگاه تشریف داشته باشند. هدایت الله عزیزی لایحه تقدیر البته از طرف رادیو جوان همچنان توسط نوررحمان مفتون دریافت خواهند کرد. افتخارشان کف بزنید. از محترم احمدزای لودین خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند. احمدزای لودین به افتخارشان کف محکم بزنید دوستان عزیز. لایحه تقدیر را همچنان دریافت خواهند کرد. از محترم عبدالحبیب زرمتی خواهش میکنم در جایگاه تشریف داشته باشند و از مربی تیم ولایت خوست خواهش میکنم در جایگاه تشریف داشته باشند. مربی تیم ولایت خوست، بله کاپیتان این تیم لایحه تقدیر را دریافت خواهند کرد. با افتخارشان کف محکم بزنید دوستان عزیز. و حالا نوبت میرسه به لوح قهرمانی این رقابت‌ها. از مسئول تیم قهرمان خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند. مسئول تیم قهرمان یا تیم منتخب ولایت لوگر. لوح قهرمانی البته از طرف امید یوسفزی مسئول برگزاری رقابت‌ها دریافت میکنیم. به افتخارشون کف محکم بزنید. و حالا از مربی تیم دپکتیکا منتخب الوبدل خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند و لوح قهرمانی البته دریافت بکنند. به افتخارشون کف محکم بزنید. بله و حالا نوبت میرسه به تحایفی که از طرف اسپانسرهای ما در این رقابت‌ها در نظر گرفته شده. از طرف علیزاده اسپورت از محترم البته را توضیح خواهند کرد برای مهمانان و جادار سپاسگزاری بکنیم از علیزاده اسپورت که در قسمت تمویل و همچنان اسپانسری در کنار ما بوده و در کنار ورزشکارانه. از رئیس فدراسیون فوتبال ولایت خوست خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند و توفر از طرف امید یوسفزی دریافت بکنند. و افتخارشون کف محکم بزنید دوستان عزیز. از محترم محمد نبی عزیزی مسئول کمیته فوتسال ولایت خوست خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند. توفر از طرف نوررحمان مفتون دریافت میکنه. و افتخارشون کف محکم بزنید دوستان عزیز.
و از رئیس فدراسیون فوتبال ولایت لوگر خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند و توپی که در نظر گرفته شده برایشان اهدا خواهد شد. به افتخارشان کف محکم بزنید. و از مربی تیم ولایت لوگر خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند، توپی که در نظر گرفته شده میشه که دریافت بکنند. به افتخارشان کف محکم بزنید دوستان عزیز. و از کاپیتان تیم قهرمان خواهش میکنم در جایگاه تشریف داشته باشند، محمد منصور رحیمی توپ از طرف علیزاده اسپورت برشون در نظر گرفته میشه که دریافت بکنه. به افتخارشان کف محکم بزنه دوستان عزیز. یکی از بازیکنان آینده دار فوتسال افغانستان توپی که از طرف علیزاده اسپورت برشون در نظر گرفته شده توسط امید یوسفزی دریافت میکنه. بله و حالا نوبت میرسه به مدال نایب قهرمانی این رقابت ها. از تیم نایب قهرمان خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند و آماده باشند، آماده بگردن آویختن مدال های نایب قهرمانی. قطعا نایب قهرمان شدن هم در رقابت های جام فوتسال آژیانان خصوصا در یک زون و مقابل تیم های منتخب هر ولایت و همچنان حریفان و همچنان اسطوره های حریفان قطعا کار سخت هست. با افتخار تیم نایب قهرمان کف محکم بزنید دوستان عزیز. گردن آویز نایب قهرمانی خودشان را همچنان دریافت میکنند توسط مهمانان ویژه در این رقابت ها. تیم زردپوش ولایت پکتیکا و تیم پکتیکا منتخب الوبدل نماینده ولایت پکتیکا در این رقابت ها نایب قهرمان این رقابت ها شد. بله دوستان عزیز، حالا نوبت میرسه به تیم قهرمان این رقابت ها، تیمی که در فاینال رکورد بسته کرد و در دیدار فاینال حریفش توانست با نتیجه پرگل 7-0 شکست بده. از تیم قهرمان خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند و همچنان مدال قهرمانی خودشان را همچنان به گردن بآویزند. تیم قهرمان تیم منتخب ولایت لوگر، تیمی که رسما جواز حضور در رقابت‌های سوپرکاپ را دریافت کرد. به افتخارشان کف محکم بزنید دوستان عزیز. تیم قهرمان رقابت‌ها تیم منتخب ولایت لوگر همچنان گردن آویزهای طلایی رنگ خودشان را به گردن آویخت و مدال قهرمانی را دریافت کرد. بله دوستان عزیز، هر رقابت و هر تورنمنت در آخر بهترین بازیکن، بهترین دروازه‌بان و بهترین گلزن را در خودش دارد. حالا نوبت میرسه به بهترین بازیکن این رقابت ها. قطعا از دو تیم قهرمان یا نایب قهرمان هست. یکی از بازیکنایی که واقعا عملکردش در این رقابت ها خیلی خوب بود و حالا تندس بهترین بازیکن این رقابت ها را دریافت خواهند کرد. بهترین بازیکن این رقابت ها از تیم نایب قهرمان نه، بلکه از تیم قهرمان هست. محمد منصور رحیمی، به افتخارشان کلمه محکم بزنید. بهترین بازیکن این رقابت ها انتخاب شد. یکی از بازیکنانی که واقعا عملکردش در رقابت ها خیلی خوب بود و تندیس بهترین بازیکن در رقابت ها از طرف مسئولین برگزاری همچنان دریافت خواهند کرد. یکی از بازیکنانی که امروز این رقابت ها توانست بیشترین گل را به ثمر برسانه و حالا نوبت میرسه به بهترین گلزن این رقابت ها. البته رقابت داشت با یکی از بازیکنای تیم زردپوش پکتیکا، اما در دیدار فاینال گل بیشتر به ثمر رساند و تعداد گل‌هایش به عدد 6 رساند. بهترین گلزن این رقابت ها بازیکنی که سرسخت طرفدار کریستیانو رونالدو هست، یار شماره 9 شیرزاد، خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند. 6 گل در این رقابت ها
به ثمر رساند. حالا تندس بهترین گلزن این رقابت ها همچنان از طرف امید یوسفزی مسئول برگزاری رقابت ها، مسئول عمومی رادیو جوانان همچنان دریافت میکنه. بله دوستان عزیز، حالا نوبت میرسه به بهترین دروازه‌بان این رقابت ها. یکی از پوست هایی که واقعا در فوتسال و در فوتبال خیلی مشکل است و دشوار هست، دروازه‌بان بودن هست. نوبت میرسه به بهترین سنگربان این رقابت ها، سنگربانی که بیشترین و خوبترین عملکرد را داشت. بهترین دروازه‌بان این رقابت ها مشعل، دروازه‌بان تیم قهرمان این رقابت ها، بهترین دروازه‌بان انتخاب شد و از طرف رئیس فدراسیون فوتبال ولایت لوگر تندیس بهترین دروازه‌بانی را همچنان دریافت میکنه. افتخارشون کف محکمه بزنید. بله دوستان عزیز، کم کمک میرسیم جایی که تیم قهرمان منتظرش هست. حالا نوبت میرسه به بالا بردن جام قهرمانی. از مهمانان که در کنار ما بودن یک دنیا سپاس و از رئیس فدراسیون فوتبال ولایت خصوص خواهش میکنم در جایگاه تشریف باشن. بقیه دوستان ما میشه که تشریف ببرن. دوستان عزیز رفت و برگشت میگیریم، دوباره برخواهیم گشت و با جشن قهرمانی و همچنان بالا بردن جام قهرمانی. بله حالا نوبت میرسه با لحظه حساس سرنوشت ساز و همچنان لحظه دلانگیز. کاپیتان تیم ولایت منتخب ولایت لوگر جام را برد به سوی همتیمی هایش و با همتیمی هایش همچنان بلند خواهند کرد. تیم منتخب ولایت لوگر قهرمان رقابت های جام فوتسال رادیو جوانان در زون جنوب شرق افغانستان. لحظه حساس و جالب و جذاب همچنان فرا رسید و این تیم قهرمان رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان و اینم قهرمانی این تیم در زون جنوب شرق افغانستان با شایستگی هرچه بیشتر و هرچه تمامتر قهرمان رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون جنوب شرق افغانستان شد. چه لحظه دلانگیز جانانیه، لحظه خیلی خاص و خیلی خوب. بله دوستان عزیز، بالاخره داستان ما در رقابت‌های جام فوتسال جوانان در زون جنوب شرق افغانستان به اتمام رسید و این تیم رسما قهرمان این رقابت‌ها شد و جواز حضور در رقابت‌های سوپر کاپ همچنان دریافت کردند.